نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. به نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنونده ها و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات. شنونده های عزیز، خوشحال هستم که باز هم حسیب العابد در خدمت شما از آن قرار دارم. می رویم نگاهی به رویدادهای یک هفته اخیر کشور و جهان می اندازیم. پس تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. در نخست از ولایت غزنی شروع می کنیم. در هفته روان توزیع کمک‌های غذایی و نقدی به 1200 خانواده عودت کننده در ولایت غزنی آغاز شد. همکارم ذکرالله رسولی گزارش را در مورد تهیه دیده است که با هم میشنویم. توزیع کمک‌های بشردوستانه برای 1200 خانواده مهاجر برگشته به کشور در ولایت غزنی آغاز شد. در این برنامه برای هر خانواده 5 بور گندم و مبلغ 5000 افغانی پول نقد توزیع می شود. وزیر زراعت، آبیاری و مالداری می گوید که این کمک‌ها بر اساس فرمان امیرالمومنین حفظه الله توزیع می شود که در سطح کشور برای 71000 فامیل مهاجر برگشته چنین کمک‌ها توزیع خواهد شد. آقای وزیر خطاب به مهاجرین گفت که آغوش امارت اسلامی برای آنان باز بوده و می توانند در فضای امن در کشورشان زندگی نمایند. چند هدایتی که از طرف رهبری امارت اسلامی صورت گرفت، یکی از هدایت‌ها این بوده که زمستان از سرد است، باید به خانواده های احوج برادرای عودت کننده ما کمک نقدی و مواد غذایی صورت بگیرد. تقریبا 71 هزار نفر در می زمستان 71 هزار فامیل ها را کمک مواد غذایی و کمک نقدی صورت میگیرد. در 34 ولایت افغانستان این پروسه ما ادامه دارد. ما از بدخشان شروع تا به غزنی آمدیم، در همه ولایت ها کار را افتتاح کردیم. تیمای ما اونجا مشغول تقسیمات کمک است. معاون مقام ولایت غزنی نیز با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود گفت با وجود تحریم ها تلاش ها برای رسیدگی به وضعیت خانواده های نیازمند ادامه دارد. کومې پیسې چې د افغانستان خپلې پیسې هغه دوی کنګل کړي دي او قسمه پابندۍ د افغانستان اسلامي امارت باندې دوی لګولې دي او لګوي ورسره تر دې وخته پورې په داسې حالاتو کې د افغانستان اسلامي امارت بیا خاص کر علی قدر شیخ صاحب امیر المؤمنین هبت الله حفظه الله هغه دغه ملت په غم کې او دغه ملت په در کې د ولسونو په دې در مشکلاتو کې هغه د ولس ور کړی نه دی. شماری از مهاجرین برگشته از ضمن قدردانی از این کمک ها می گویند که با مشکلات جدی اقتصادی روبروند و خواهان ادامه همکاری ها در بخش‌های مختلف می باشند. د پاکستان د وغیره مهاجریم د مرسته سره سره د ډیر خوشاله یم چې د خو لږ به ښه د گزاره کی و سنور مرسته دیم را سره وسی دیر مجبوری انشالله. ما از ایران هم ده مهاجر بودیم. این جماعت مالی برای ما کمک کرده، برای ما خدمت کرده، درها کرای ماشین ما را خیلی ما را دیده. خیلی تشکر میکنیم. مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری همچنان از بازگشت 4.5 میلیون مهاجر به کشور خبر داده و می‌افزایند که در آینده نیز کمک‌های بیشتری در بخش‌های مختلف برای آنان فراهم خواهد شد. به نقل از خبرنامه قماندانی امنیه غزنی در 2 هفته اخیر 15 تن به اتهام جرایم مختلف جنایی از مرکز و ولسوالی‌های این ولایت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند که پس از بررسی‌ها به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. همچنان در ولسوالی مقر ولایت غزنی 12 تن از افراد معتاد به مواد مخدر از ساحات مختلف جمع‌آوری و به منظور تداوی به کمپ صحی 500 بستر مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه غزنی منتقل شدند. و کار ساخت یک شبکه آبرسانی در ولسوالی زنخان ولایت غزنی آغاز شد. باز هم همکارم رسولی گزارش می‌دهد. کار ساخت یک شبکه آبرسانی در قریه بیانی ولسوالی زنخان ولایت غزنی به ارزش بیش از 5 میلیون افغانی آغاز شد.
مسئولان در غزنی میگویند که این پروژه آبرسانی تحت نظارت ریاست احیا و انکشاف دهات و همکاری مالی بانک جهانی تطبیق می شود که با تکمیل آن 243 خانواده از آب آشامیدنی سالم بهره مند خواهند شد. ګټه اخیستونکي 243 فامیل دي او د ذخیره حجم 40 متره مکعب ظرفیت لري او یوه دانه یوه حلقه څا لري چې 140 متر زوروالی لري. چارې انشاءالله تقریبا د مطابق 15 ورځې مخکې شروع شوي دي چې نن عملا شروع شوه. تقریبا تر 6 میاشتو آینده میاشتو پورې به چې د جون 8 کېږي موږ به عملا دلته د شاهدانو اوسیږو چې پروژه تسلیم کړو. در همین حال باشندگان محل از ساخت این شبکه ابراز خرسندی کرده و خواهان توجه بیشتر به بخش مدیریت آب هستند. نو اوس دا پروژه چې راغلی موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر ته خوشحاله یو. یعنې موږ کاریز موږ دا کوم خلکو چې په واس کې هغو برمې وګلې دي چې په واس کې نه کي هغه دغسې دي. نو کله چې ورید سي یا مشکل سي ډېر سره له ستونزو سره مخامخ یو. مخکې خو دلته چې اوبه وې ډېرې کوزې وې، چا زور نه ورته رسېدل مسکینانو خلکو. موږ کلی ډېر ضعیفه کلی ده. اوس له دې نه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته دا پروژه سي فعاله سي او دا یو پروژه موږ ته کار نه راکوي. دلته باید موږ ته چک ډیمونه جوړ کړي او نورې داسې پروژې جوړې کړي موږ ته. آب صحی یکی از اساسی ترین نیازهای از زندگی انسان به شمار رفته و نقش مهمی در تأمین صحت و سلامت جامعه دارد. ریاست احیا و انکشاف دهات غزنی از مردم می‌خواهد که علاوه بر حفاظت از پروژه‌های عامل منفعه، از استفاده بیجا و اسراف در مصرف آب جلوگیری کنند. و همچنان در هفته روان در پی یک رویداد ترافیکی دوشنبه شب در ساحه کوتل روضه مربوط حوزه اولی امنیتی شهر غزنی 2 تن جان باختند و 4 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مسئولان امنیتی این رویداد بر اثر برخورد یک اراده موتر نوی 580 با موتر رنجر به وقوع پیوست که در نتیجه آن 2 سرنشین موتر رنجر در محل جان باختند. همچنان 4 مسافر موتر 580 به شمول 3 زن زخمی شدند. نیروهای محافظت شاهراهای قماندانی امنیه غزنی به گونه فوری به محل رویداد رسیدند و اجساد جان باختگان و زخمیان به شفاخانه ولایتی غزنی انتقال داده شدند. و همچنان خرسندی دهقانان از برفباری‌های امسال در ولایت غزنی. شماری از دهقانان میگویند برفباری‌های امسال امیدها را برای یک سال پربرکت زنده کرده است. به باور آنان بارش‌های مناسب برف سبب تقویت منابع آبی و بهبود رشد محصولات زراعتی خواهد شد. دهقانان می‌افزایند که سال گذشته به دلیل کاهش بارندگی و خشکسالی حاصلاتشان به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته بود، اما امسال وضعیت را متفاوت می‌بینند و سال پیشرو را نسبت به سال گذشته آبادتر پیش بینی می‌کنند. امسال بسیار خوشحال هستیم، سال خوب است. برف بسیار ادامه داره، امتیازات میباره. از خاطری که پارسال او نبود، هیچ نبود، کلا حاصلات مردم خوش شد. امسال دیگه ماشاءالله برف خوب جریان داره، برف میباره. ان شاء الله خدا کنه یک برف خوبی خوش باشه. ډیر خلک له مشکل سره مخ و ده ونو داسې ګردونه نیولي وو، داسې حال وو، دوړې وې، ګرد وو، ځکه باران نه وو. ګرست کال یو چق باران نه دی سوی په ګرست کال کې. نو موږ هم ځکه ډېر ورته خواشیني وو، خو خدای تعالی مهربانه دی، سږ کال بیا لږ واورې وسوې، نو پس له دې مو امیدواري لرو چې خدای رحم وکړي. برفباری‌های امسال بسیار به موقع باریده است. اگر وضعیت همین گونه ادامه پیدا کند، ما سال آینده حاصلات خوبتری خواهیم داشت. دهقانان غزنی در مورد چنین میگویند. ډیره ښه وورده انشاءالله او په ښه وخت کې وورده. دهقانان به ډېر ښه حاصلات ترې کړي. الله تعالی خیر کړي. الحمدلله خدا را شکر، خوب به برف‌ها در موقع است. خداوند دیگه هم ادامه پیدا کنه که یک سال خوبه در پیش رو داشته باشیم، یک حاصلات خوبی را داشته باشیم. کارشناسان زراعتی نیز برفباری‌های زمستانی را برای تقویت آب‌های زیرزمینی و تأمین آب مورد نیاز زمین‌های زراعتی در فصل بهار و تابستان مؤثر می‌دانند. دغه په ژمي کې د واورې کېدل دا د پسرلي او همدارنګه د دوبي موسمونو لپاره د اوبو د راپیدا کېدو په معنا ده. یعنی دغه واوره اوس کېږي، دغه واوره د ځمکې تل ته ځي، هلته د ځمکې لاندې د اوبو کومې ذخیرې چې دي هغه ورسره زیاتیږي، هغه د ځمکې د لاندې د اوبو ذخیرې هغه ډکیږي. نو دغه کروندګر چې له اوبو څخه استفاده کوي، خو همدغه د ځمکې لاندې اوبه دي
جدای د برمو په واسطه له ځمکې څخه راوباسي او خپل نباتات ورباندې اوبه کوي. دهقانان غزنی در حال از این وضعیت ابراز رضایت میکنند که زراعت منبع اصلی درآمد بسیاری از خانواده‌ها در این ولایت به شمار می‌رود و بهبود حاصلات می‌تواند نقش مهمی در بهتر شدن وضعیت اقتصادی آنان داشته باشد. به دنبال وقوع یک رویداد آتش‌سوزی ناشی از بی‌احتیاطی در قریه چوبتراش ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی، تیم مسلکی مدیریت اطفائیه قماندانی امنیه غزنی به واکنش به موقع به محل رویداد اعزام شد. نیروهای اطفائیه توانستند آتش‌سوزی را به گونه کامل مهار کرده و از گسترش آن جلوگیری نمایند. این رویداد خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشته و از وارد شدن خسارات سنگین مالی نیز جلوگیری شده است. کار ساخت یک شبکه آبرسانی به ارزش نزدیک به 6 میلیون افغانی در ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی آغاز شد. باز هم همکارم رسولی با جزئیات بیشتر. کار ساخت یک شبکه آبرسانی به ارزش 5,823,000 افغانی در قریه دهملای ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی آغاز شد. به گفته مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات این ولایت، با تکمیل شدن این پروژه برای بیش از 300 فامیل زمینه آب آشامیدنی سالم مساعد شده که کارهای آن در مدت 6 ماه تکمیل می شود. آنان از کیفیت ساخت این شبکه نیز اطمینان داده و می افزایند که در این پروژه برای بیش از 300 تن زمینه کار مساعد خواهد شد. 308 فامیل جنی مستفید کیږي او ټول بودیجه له بانک جهانی څخه ده او تطبیق کوونکي راکار مؤسسه ده او نظارت کوونکي د کلیو د پراختیا د انکشاف دهات ریاست ده او ټول بودیجه 15 میلیونه و 8 لکه افغانۍ و 2,000 و 390 افغانۍ دي. دلته چې کوم کاري ټیم موږ لرو، که ډاکار ده، که انکشاف دهات ده، که وزارت ده او که فرامینو ریاست ده، دا به ټول دې څخه نظارت کوي وخت په وخت. انشاءالله کار په ډېر لوړ کیفیت سره مطابق د معیار، مطابق د استاندارد په مخ وړل کیږي. د دې اطمینان موږ ټول ولسونو ته ورکوو چې په کار کې به هیڅ نوع مشکل نه وي. باشندگان محل از ساخت این شبکه ابراز خرسندی کرده و خواهان توجه بیشتر در بخش‌های مختلف این ولسوالی هستند. د دې مخته موږ دونه له اوبو له مشکل سره مخ وو چې نه په سلو کې 95% موږ نه درلوده نشته و د اوبو، نو هغه به نو ته په چا ورسېده 15 دغه مشکلات د کور ودان دغه ماسه چې موږ ډیر دوی یو نه رښتیا واده کړی و په رښتیا را سره ودرېد په واده باندې. یو دانه شفاخانه لرو چې هغه هم فعال ده، خو بیا هم د دغه خلکو لپاره کفایت نه کوي ځکه دا ولسوالي ډیره غټه ولسوالي ده او غرنۍ ولسوالي ده. ولسونه او کلي له شفاخانې څخه بعضې کلي لرې دي او سړک خو خپله به تاسو ته هم درک شوی چې سړک ډیر خراب دی او د دغه ساحې خلک چې بازار ته وقت نا وقت رسیدگی کوي خو له ډیرو مشکلاتو سره مخ وي. ریاست احیا و انکشاف دهات غزنی از ساخت 25 شبکه آب در سال جاری خبر داده و میگوید که در سال آینده 18 شبکه دیگر در ولسوالی‌های مختلف این ولایت نیز ساخته خواهد شد. مسئولان ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر ولایت غزنی میگویند که محتسبین این ریاست از نکاح غیر شرعی 3 زن در ولایت غزنی جلوگیری کردند. زنان مذکور بر اساس رسوم ناپسند مجبور به نکاح غیر شرعی شده بودند. و ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت غزنی از آغاز کار ساخت یک شبکه آبرسانی در قریه دیپاروی ولسوالی آبند خبر داد. این پروژه به ارزش 8.2 میلیون افغانی تطبیق می شود. با تطبیق این پروژه برای دهاتان فرصت کاری فراهم شده و پس از تکمیل 441 خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا خواهند کرد. مراسم ازدواج دست جمعی 30 زوج جوان در ولایت غزنی برگزار شد. همکارم رسولی گزارش را در مورد تهدید است که با هم میشنویم. مراسم ازدواج دست جمعی 30 زوج جوان از سوی یک نهاد خیریه در ولایت غزنی برگزار شد. به گفته مسئولان این نهاد و برگزار کنندگان مراسم، هدف از این برنامه جلوگیری از اسراف گزاف و کمک به زوجهای جوان می باشد. ما در شهر صنایع غزنی به حمدالله خدمتگزار جمع مردمیم، خصوصا از جوانان عزیز و خاصتا جوانان عزیز فقیری که زمینه ازدواجشان فراهم نمیشه. ما کوشش میکنیم این زمینه را فراهم کنیم
و این بار که شما مشاهده کردین دفعه 27مین باره که ما به حمدالله توفیق پیدا کردیم که در خدمت جوانان عزیز باشیم. در همین حال دامادان اشتراک کننده در این مراسم نیز خوشحالند که توانستند با مصرف کم مراسم عروسیشان را برگزار کنند. آنان از دیگر خانواده ها نیز می‌خواهند در چنین برنامه‌های سهم بگیرند. ما از این کار خیلی راضیم. از این مسئله که ما در مسئله دست جمعی گرفتیم خیلی راضیم هستم. مصرفش هم کم است و هر کسی که مراسم برگزار کرده از اونا ما تشکر می‌کنیم به خاطری که از جلوگیری از مصارف انبوه، مصارف بیجا، از اسراف بیجا. شخصا خودم توانایی را نداشتم که عروسی بگیرم یا در تالار هیچی که حتی در خانه هم تواناییش نداشتم. دیگه تشکر میکنیم از آقای متمدی صاحب، از کسانی که مراسم برگزار کردن. دست جمعی تنها کفایت نمیکنه در ازدواج های دو جوان. در کنار از اینکه مصارف روزهای عروسی یا ولیمه کم میشه، در کنار از او باید تویانه و امثال ذالک هم کم شود، مثل خریدن لباس و امثال از اینا باید کم شود. مسئولان این نهاد خیریه میگویند که در یک سال گذشته 5 دور و در مجموع 27 دور مراسم عروسی دست جمعی را برگزار کردند. و همچنان مسئولان امنیتی در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی از کشف و ضبط یک میل سلاح خبر دادند. به گفته مسئولان این سلاح از یک منزل مسکونی در قریه باتور به دست آمده است که بدون اسناد قانونی نگهداری میشد. و همچنان در پی وقوع یک رویداد ترافیکی در مربوطات ولسوالی مقر ولایت غزنی 2 تن جان باختند. این رویداد در شاهراه کابل کندهار در ساحه نوی کمپنی میان یک رادار موتر نوی صرف و یک موتورسایکل رخ داده است که در نتیجه آن 2 سرنشین موتورسایکل جان خود را از دست دادند. قماندانی امنیه غزنی اعلام کرده است که در هفته روان در قریه روباه ولسوالی خوگیانی در اثر بخار ناشی از تنور یک زن 70 ساله جان باخته و یک کودک 9 ساله مسموم شد. نیروهای امنیتی ولسوالی فوراً به محل حادثه رسیده و کودک مسموم شده را برای درمان به شفاخانه ولسوالی انتقال دادند. وضعیت صحی کودک از سوی مسئولان صحی قابل اطمینان گزارش شده است. و همچنان در هفته روان در پی وقوع 2 رویداد آتش‌سوزی در ولایت غزنی، نیروهای مدیریت حوادث و اطفائیه پلیس با واکنش به موقع از گسترش خسارات جلوگیری کردند. در رویداد نخست آتش‌سوزی در یک شرکت تولیدی درب و پنجره PVC در نزدیکی ریاست مستوفیت شهر غزنی مربوط حوزه دوم امنیتی به گونه سر مهار گردید. همچنان آتش‌سوزی دیگر در مسجدی در قریه ملاخیل ولسوالی مقر رخ داده بود که با رسیدن به موقع نیروهای اطفائیه ولسوالی مقر بدون گسترش خسارات مهار شد. قماندان امنیه ولایت غزنی از شهروندان می‌خواهد در صورت بروز هر گونه آتش‌سوزی و رویدادهای مشابه به گونه فوری با شماره‌های اضطراری اطفائیه تماس بگیرند تا نیروهای مسلکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل رسیده و اقدامات لازم را انجام دهند. شنونده های رادیو ملی غزنی و علاقه‌مندان برنامه نگاه به مطبوعات، این بود از آخرین رویدادها و تحولات اخیر در ولایت غزنی. سر میزنیم به ولایت های دیگر کشور. در نشست نوبتی کمیسیون اقتصادی و ریاست مولا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی رئیس الوزراء، پالیسی ملی توسعه سکتور زراعتی و مالداری و طرح توسعه سکتور ماهی پروری تایید شد. پالیسی یاد شده شامل مکانیزه سازی زراعت و مالداری، توسعه سیستم‌های تحقیقی و ترویجی زراعتی و مالداری، مدیریت سیستم‌های آبیاری، حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های آبیاری و مالداری و دسترسی مردم به محصولات زراعتی و حیوانی با کیفیت میباشد. بر اساس طرح ماهی پروری 7700 فرم کوچک، متوسط و بزرگ تولید و پرورش ماهی با سرمایه‌گذاری خصوصی در مساحت 6500 هکتار زمین در کشور ایجاد می شود. با تطبیق این طرح برای 300,000 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد. شیخ شیراحمد حقانی وزیر اطلاعات و فرهنگ در رأس یک هیئت از ساحات باستانی آباده‌های تاریخی و موزیم مس عینک ولایت لوگر دیدن کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که شیخ شیراحمد حقانی ساحه باستانی و تاریخی مس عینک را یکی از بی‌نظیرترین و با اهمیت‌ترین ساحات تاریخی کشور عنوان کرد و گفت که آثار باستانی مس عینک نمایانگر تمدن کهن و هویت تاریخی افغانستان بوده
و نشان می‌دهد که این سرزمین در طول تاریخ مرکز فرهنگ، تمدن و تعاملات انسانی بوده است. وزیر اطلاعات و فرهنگ افزود حفظ و حراست از این آثار یک مسئولیت ملی و اسلامی است و باید برای نگهداری، مستندسازی و معرفی درست آن به نسل‌های آینده تلاش‌های همه‌جانبه و هماهنگ صورت گیرد. روند توزیع 2500 نمره زمین برای عودت کنندگان در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان آغاز شد. همکارم از ولایت سمنگان با شرح بیشتر این گزارش. 2500 نمره حویلی به منظور شهرک رهایشی مهاجرین بر اساس فرمان زعیم امارت اسلامی افغانستان شیخ هیبت‌الله آخوندزاده حفظه الله از سوی ریاست شهرسازی و مسکن سمنگان برای مهاجرین عودت کننده از کشورهای ایران و پاکستان در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان با حضور کمیسیون توزیع این روند آغاز شد. بیاین نمرات خود او نمبر زده میشه و با شما تسلیم داده میشه. انشالله بسیار اصولی است و بعد از اینکه شما آمدین تصاحب کردین باز در آینده برتون از طرف حکومت اسناد برتون داده میشه. طریق شبکه آبرسانی ریاست انکشاف دهات امرا یک مؤسسه گپ زده انشالله و راههایش بودجه داده شده. تحرکی که در اینجا ساخته شدگی است به اندازه 2500 نمرات است که به همه مهاجرینی که از ممالک بیرون در اینجا تشریف آورده همهشان از حقوقشان برخوردار می شوند. و امروز که ما شما در اینجا حضور آوردیم غرض از این جلسه می بود که شهرک بخیر رسما افتتاح شد. در همین حال باشندگان این ولایت از توزیع و ایجاد این شهرک رهایشی برای مهاجرین عودت کننده قدردانی نموده از مهاجرین کشور در خارج نیز می‌خواهند به کشور برگشته در آبادانی این سرزمین سهم خود را ادا نمایند. خوشبخت هستین که شما در وطن خود آمدین. این برادرایتان در امیجه هست، اما در کنار شما هست. شما انشالله هیچگاه تشویش نداشته باشید. الحمدلله حکومت هم بالای ما و شما دست دراز نوازش خود گذاشته. امروز در شما سرپناه میته. انشالله در هر وقت و زمان در خدمت شما هست. گفتنی است این نمرات پس از بررسی اسناد و تثبیت هویت مستحقین به گونه شفاف و قرعه‌کشی میان خانواده‌های واجد شرایط توزیع می‌گردد. توافق واردات دوا از بنگلادش به افغانستان. هیئت افغانستان به ریاست مولوی احمدالله زاهد معین وزارت صنعت و تجارت از 2 کارخانه بزرگ تولید دوا در بنگلادش بازدید کرد. وزارت صنعت و تجارت میگوید که آقای زاهد در این بازدید از صنعتکاران ادویه‌ای بنگلادش دعوت کرد تا در تولید دوا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. این وزارت افزوده که در این بازدید توافق‌های در مورد امضای قراردادهای مستقیم با کارخانه‌های دواسازی بنگلادش و واردات ادویه از بنگلادش به افغانستان حاصل شده است. مسئولان موزیم ملی افغانستان میگویند که در آینده نزدیک نمایشگاه زیر عنوان سلطانی برگزار خواهد شد. همکارم گزارش می‌دهد. برگزاری یک نمایشگاه آثار از دوره‌های مختلف تاریخی و فرهنگی در محوطه موزیم ملی در آینده نزدیک. عین الدین صداقت امیر موزیمداران موزیم ملی افغانستان میگوید این نمایشگاه تحت نام نمایشگاه سلطانی که در آن آثار از دوره‌های برنز، یونان باختر، کوشانی و دوره اسلامی به نمایش گذاشته می شود. تقریبا کار این نمایشگاه را به پایان رساندیم و تصمیم داریم که در روزهای نزدیک این نمایشگاه برای بازدید کننده ها باز شود و علاقمندان میراث‌های فرهنگی بیایند از این داشته‌های تاریخی و فرهنگی در موزیم ملی افغانستان دیدن نمایند. آقای صداقت می‌افزاید که در این نمایشگاه حدود 100 قلم اثر از دوره‌های مختلف با منظور بلند بردن سطح آگاهی شهروندان از تاریخ و تمدن کشور به نمایش گذاشته خواهد شد. در حدود بیش از 100 قلم آثار تاریخی را به نمایش گذاشتیم که این آثار هم شامل مسکوکات و شامل آثار ظروف، زیورات و انواع مختلفی آثار تاریخی از دوره‌های مختلف تاریخی است. از سوی دیگر شماری از شهروندان کشور که جهت بازدید از آثار دوره‌های مختلف به موزیم ملی آمدند برگزاری نمایشگاه‌ها را در بلند رفتن آگاهیشان از دوره‌های گذشته مفید می‌دانند.
امارات اسلامي خدای غوښتنه کوي چې په هر ولایت کې موزیم خلاص کړي ځکه موړه غټ مشمول راځي د موزیم کې باید وګوري چې په دغه ډېر د درې سو مخ کې ورسته تاریخ کې آثار شته دي. باید په ټول ولایتو کې موزیم ایجاد سي چې هر وګړی هر غټي مشري کسري وړکای چې موزیم ته رسیدګي وکي چې هغه پوه شي چې موږ تیر اشخاص کوم کارونه کړی دي په دغه خپل تاریخ باندې مخ ته ولاړ سي. به گفته مسئولان موزیم ملی افغانستان با حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کنار برگزاری چندین نمایشگاه در مرکز در برخی از ولایت‌ها موزیم ایجاد شده و این روند همچنان ادامه دارد. و وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید یک آبیده تاریخی به نام ملا عیاض در ولسوالی خروار و همچنان 2 قلعه باستانی در ولسوالی های محمد آغا و خوشی ولایت لوگر کشف و ثبت شده است. به گفته این وزارت بر اساس بررسی های ابتدایی این آبیده تاریخی و قلعه های باستانی قدامت چند صد ساله دارند. گفتنی است که پیش از این نیز 27 ساحه جدید باستانی در لوگر کشف و ثبت شده بود. شنونده ها و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات، این بود از آخرین داشته ها و رویدادهای اخیر ولایت غزنی و کشور. سری میزنیم به رویدادهای خارج کشور. شبکه خبری الجزیره گزارش داده که در نتیجه حملات روز دوشنبه هفته روان رژیم اسرائیل در نوار غزه دست کم 7 فلسطینی به شهادت رسیدند. بر اساس گزارش رژیم صهیونیستی یک خانه مسکونی در شهر غزه را مورد هدف قرار داده که در پی آن دست کم 4 تن شهید شدند. گفتنی است که رژیم صهیونیستی پس از برقراری آتشبس میانجیگری شده امریکا تا کنون 581 فلسطینی را در سراسر غزه شهید و صدها تن دیگر را زخمی کرده است. و همچنان امریکا در بحبوحه تنش‌ها میان واشنگتن و تهران دستورالعمل‌های جدیدی را برای کشتی‌هایش که از تنگه هرمز عبور می‌کنند صادر کرده و از آنان خواسته است که از آب‌های ایران دوری کنند. بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره به کاپیتان‌های آمریکایی همچنان دستور داده شده که در صورت ورود نیروهای ایرانی به کشتی‌های تجاری برای بازرسی از توسل به زور خودداری کرده و اجازه بازرسی بدهند. آژانس کمک رسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی میگوید که برای رسیدگی به بحران بشری در غزه و کرانه باختری به 1.26 میلیارد دلار کمک نیاز دارد. این سازمان تاکید کرده که غزه و کرانه باختری اشغالی با یکی از جدی‌ترین و طولانی‌ترین بحران‌های بشردوستانه در سالهای اخیر روبرو است و این کمک‌ها برای ارائه خدمات حیاتی به 2.4 میلیون تن در این مناطق استفاده خواهد شد. و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزیران امور خارجه ترکیه، مصر و عربستان سعودی همتایان خود را در جریان آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و امریکا در مسقط گذاشت. وزارت امور خارجه ایران میگوید که سید عباس عراقچی این گفتگوها را شروع خوب ارزیابی کرده، اما در این حال بر ضرورت رفع بی‌اعتمادی نسبت به نیت و اهداف طرف امریکا تاکید کرد. از سوی هم وزیران امور خارجه این کشورها ضمن استقبال از آغاز مذاکرات مسقط بر اهمیت تداوم این گفتگوها برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک و جلوگیری از تشدید تنش‌ها تاکید کردند. شنونده های رادیو ملی غزنی و علاقمندان برنامه، این بود از آخرین داشته ها و رویدادهای اخیر غزنی، کشور و منطقه. امید است که تا این لحظه ما را همراهی کرده باشید. تا برنامه بعد که بازم من حسب العابد در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما را به خداوند به همتا و مهربان میسپارم. پیروز، شادمان و کامگار باشین. الله نگهدارتان. نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات.